تو رو دیدم قشنگ و دل نوازی، مرا گفتی بیایم عشق بازی. تو رو دیدم قشنگ و دل نوازی، مرا گفتی بیایم عشق بازی. ولی جان عزیزوف، هنرمندی جوان و شناخته تاجیک، پس از پراکنده شدن گروه هنری احسان به صفت هنرمندی صاحب سبک استراده معرفی شده است. او در سال 2003 به گروه هنری احسان پیوست که مؤسس آن غالب جان یوسپوف بود. بعد از طول 3 سال همراه سرود خواندن، ولی جان عزیزوف و غالب جان یوسپوف همچون آوازخوانان جوان اعتراف گردیدند. میخوانم ترانه شعری عاشقانم، میخوانم ترانه شعری عاشقانم. ما بحری عزیزان اهلی احسانیان، ما بحری عزیزان اهلی احسانیان. اما ولی جان عزیزوف با سبب‌های گوناگون سال 2006 این گروه را ترک کرد. پس از ترک گروه احسان، اطراف نام او در مطبوعات بحث‌ها زیاد گردید و این آوازخوان جوان تصمیم گرفت که راه هنر را مستقلانه پیش بگیرد. این سراینده با استعداد در فاکولته صنعت دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفوروف در رشته شش مقام تحصیل کرده است و درس شش مقام را از هنرمند خلقی اتحاد شوروی جورابک مرودوف گرفته است. اما هنری والای سرایندگی هنرمندی مشهور تاجیک کرامت الله قربان او را سراینده سرودهای ژانر موسیقی پاپ نمود. این هنرمند خوش‌آواز در 5 سال اخیر صاحب زیاده از 4 آلبوم سرودهای تازه ایجاد گشته است و تصمیم گرفته است که آلبوم نوینش را تحت عنوان قصه دل به هواداران صوت و سرود پیشنهاد نماید. برای برپا نمودن برنامه‌های کنسرتی در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت او طول چند روز است که عازم شهر خوجند گشته است، اما فعلا او در پایتخت کشور شهر دوشنبه اقامت دارد. ما خواستیم با استفاده از این فرصت مناسب با ولی جان عزیزوف هنرمند جوان یک صحبت ناگهانی داشته باشیم و راه پیش گرفتیم سوی خانه او. اما خود او بعد از آمدن ما حاضر گردید و ما را به خانه اش که تا به شهر دوشنبه رخت سفر بستنش همراه عائله‌اش زندگی میکرد دعوت نمود. صفای من سرور من تو باشی، امید راه دور من تو باشی، حضور زندگانی یابم دوست دمی که در حضور من تو باشی. درود به هر که شما تماشاگران ارجمند. شما اینک صحبت تصادفی ما رو با هنرمند محبوب، با ستاره استرادی تاجیک ولی جان عزیز خواهید تماشا کرد و مؤمنیم که برای مخلصان این هنرمند شناخته یک تحفه خوب خواهد شد در این ایام زیبایی، در این ایام بهار، در این فصلی که پر از جشن و عید و پر از خرسندی هاست. من شما را خوش آمدید میگم به خوجند باستانی که اصلا میادگاه شما، اصلا آن جایی که شما را انکشاف یافته است و شما را رشد کرده است همین خوجند باستانی است و شما را چون برای 2-3 روز، برای چند روزی کوتاه آمدید به این خوجند، به مرکز ولایت سوخت، خوش آمدید میگم شما را. ما خواستیم چون برای مخلصان یک ارمغان زیبا کرده باشیم در این روزهای عید در اطراف فعالیت شما که برای برگزاری چند برنامه کنسرتی آمدید، کمی از فعالیت امروزتان برای مخلصانتان کمی اطلاع داده باشیم و شما را نزدیکتر با مخلصانتان خوب پیشنهاد کرده باشیم. تشکر. اولا سلام خود را عرض میکنم به همه تماشابینان و مخلصانی که ما حاضر در آینه نیلگون انتظارم و تماشا دارن. سلام خود را به همه شما میرسونم و انشاءالله که ما امروز در ولایت سوخت خودم خیلی دست پروری همین جا هستم، دست پروری همین شهر خوجند هستم. از اینجا یعنی انکشاف یافتم و بسیار مهر و محبت من نسبتی مردمی ولایت سوخت، مردمی شهر خوجند بسیار زیاد است و
مثلا ما تصمیم گرفتیم که با آلبومی یعنی قصه دل در مرکز جوانان شهر خوجان در شهر چکالوس و در شهر کنیبودم یک برنامه کنسرتی با نامی یعنی با آلبوم قصه دل و نیز قصه یعنی قصه های یعنی دل شما قصه های دل من و قصه هایی که نهفته هست در دل من همه افشا میکنه در شما انشالله. کنسرت البته به استفاده فنگرام است، همش با یعنی با مطربانی شیرازه با نوازندگان. بله. خب شما چون گفتید خوجند اصلا شهری است که ما رو انکشاف داده است. خب اصلا ما یک صحبت شما رو با خردسالان در تلویزیون بهارستان تماشا کرده بودم و شما گفتید که چه خوجند چه دوشنبه همه وطن من است، تاجیکستان ما است. خب لیکن یک سبب هست برای هر چیز، یک برای مثلا گریه کردن ما حتی و خندیدن ما هم یک چی سبب میگردد. خب اصلا چی سبب بود که شما از خوجند به دوشنبه رخت سفر بستید و آنجا رو اختیار کردید که اقامت کرده باشید در آنجا؟ سلامت باشید. من الحمدلله خدا به شکر بسیار از خدای مهربان راضی هستم که ارزوها روز از روز تبدیل یابنده هستن. یک ارزوی میشه که به ارزوش میرسی، باز ارزوها باز خیلی دمیزود عمر است. ارزو روز از روز یعنی تولید مییابن، ارزوها تولید مییابن و از خداوند مهربان بسیار راضی هستم که من رو به همین ارزوهام رسوند و بیشتر من بسیار از مردم ولایت سود، از مردم شهر خوجند بسیار میندار هستم که من یعنی زیاده از 11 سال میشه که من در شهر خوجند اقامت داشتم، اقامت هم دارم، هم انشالله این خانه ها میسود است. چی خوجند چی دوشنبه همش برای من وطن است. نه که مهر خوجند البته یک کودکی که نوزاده که باید در یک جا نو تولد می‌یابد، نو انکشاف می‌یابد و مهری اون جای اون مکان بسیار در دلش نهفته است، یعنی بسیار دوست می‌دارد. و سنت من یعنی آغاز کاری من از خوجند بود و البته فرزندانم هم نیز هر روز خوجند یاد میکنن که دادا رفتیم به خوجند، رفتیم به خانه خوجند ما. و دوشنبه پایتخت است، میهن است. گرچند که من در دوشنبه هستم، کار میکنم، اقامت میکنم و هر روز یعنی دل من به سوی خوجند یعنی کشال است. یعنی میخوام که در خوجند باشم، که بیام ببینم مردم، همسایه‌های ببینم، یور رفیقام بسیار در اینجا هستم و ان شاءالله که اینا ما هر روز اومده رفتیم در خوجند خونه داریم. یعنی برای هدف شما به مرکز سفر کردن یعنی انکشاف یافتن، پیش بردن صنعت و با بسیار چیزها دسترس است برای کاری ما، برای صنعت. خیلی ان شاءالله که بعد از کم انکشاف شدن شما به دیگر دولت ها رخت سفر نخواهید بست، یعنی به دیگر دولت های شناخته دنیا. چون بسیاری از صنعتکاران چنین هستند، چون در وطن خودشان کمی آبرو پیدا میکنن، رخت سفر میبندن به امریکا، به هالیوود و بالیوود. شما خیلی نیت ندارید؟ البته نیت ها، ارزوها، مثلا نیت کردن که ایران در دیگر دولت یعنی زندگی کنم البته نیست، چون که وطن است. خیلی که ما در وطن آزاد نفس میکشیم، آزاد زندگی میکنیم، در دیگر جا البته خیلی شرایط فراهم نیست و البته نیت ها هستن که در دیگر دولت ها برای کار، برای یعنی ساختن ویدیو کلیپ ها، برای پیشبردی یعنی آلبوم های تازه ایجاد، آلبوم های جدید. ان شاءالله ما باز نیت داریم به گرمانی سفر کنیم، به امریکا سفر کنیم، به شهر تنها یعنی سفری هنری، بله، یعنی برای رخت سفر بستن، برای اونجا عازم شدن نه یعنی. البته خب. و البته زندگی ما در تاجیکستان است، در دوشنبه هست. من خوشبخت‌ترین انسان هستم، در دوشنبه هم نیز خانه دارم، در خوجند هم خانه دارم. ان شاءالله هر جا که من خواهم در تاجیکستان در عینی خانه دارم، خانه پدر مادرم. در همه جای تاجیکستان برای من عزیز است و خانه است، در است و ان شاءالله که باز حرکت میکنیم که باز هر روز آماده هستیم برای خوجند. تشکر. با سرودهای تر تازه در تالارهای کنسرتی شهر خوجند با مخلصان یجا باشیم. یک سرود نو با نام صلوات هست که یعنی
از استاد از شاعری کلاسیک عبدالرحمن جامی است. او رو من به آهنگ در آوردم، او رو خواندم. البته با فکرم در رادیوها بود، شاید در دوشنبه در رادیوها میتونن، شاید در خوجند باشد یا نباشد. حتما در اساس هست. و رو من ان شاء الله کلیپ کردم، کلیپش به نزدیکی نشر میشود ان شاء الله. با نام خداوندا به لطف خویش گویا کن زبانم را، به دیدارت مشرف کن دو چشمی خونفشانم را. مرا از ذوق خود مانندی ادهم کن در این عالم، بسوز از عشق خود پوست و مغزو استخوانم را، استخوانم را. یعنی مناجات با خداوند که یک حیات انسان را عبدالرحمن جامی در یک شعر یعنی تصویر کرده است که خداوند ببخشد در این دنیا بسیار البته همه گناه دارد، به همین خاطر همین سرود یعنی تاثیر کرده است که یک عمری آدمیزاد رو در همین سرود یعنی گفته باشد، خب افشا کرده باشد، افاده کرده باشد. خب البته یک متفکر شناخته بیهقی میگوید که نثر یعنی آن چیزی که به جمله یعنی بیرون از شعر نوشته می شود، این راه رفتن است. وقتی ما شعر میگوییم این علاقه ما تصور میکنیم که رقصیدن باشد، یک چیز زیبا رو یعنی شعر میگن. و واقعا ما یک صحبت داشتیم با استاد آذرخش که من میدونم که همزمان استاد شما هستند ایشان. خب گفتن که ولی جان عزیزوف امروز شعرهایش رو، سرودهایش رو خودش انتخاب میکند، خودش ایجاد میکند. مثلا بعضی هنرمندانی هستند که مثلا یا آهنگساز یا شاعر سرود پیشنهاد میکند یا شعر پیشنهاد میکند و همون رو میگیرند و میسرایند. خب البته مبلغش رو میدن یا اگه همکاری دیگر دارن. اما استاد آذرخش شدن که امروز ولی جان عزیزوف خودش آهنگ ایجاد میکند و خودش از اشعار شعرای گذشته و امروز شعر انتخاب میکند. این چگونه است برای شما؟ خدا با شکر میکنم که من از عهده یعنی کمپوزیتوری یعنی آهنگسازی میبرم، آهنگساز هستم، هم آهنگ نیز اجرا میکنم و پیوسته باز با دیگر استادان با دیگر آهنگسازان نیز هم همکاری دارم و البته متن رو من خودم نمی نویسم چون که من شاعر نیستم. با مانند که بعضی حافظا هستن که خودم حافظم، خودم می نویسم، خودم می سرایم، این نوتوری است. به هر حال همون چیزی که من نوشتم میتونم میبرم به دست استاد آذرخش. چند سروده بودن که من خودم نوشتگیم، نه که من و این خودم گفتن نمیتونم چون که وای یعنی یک احساساتی خودم است. میبرم به دست استاد آذرخش. استاد من همین شعر رو نوشتم و آدم میبینم وزن و قافیه رو میبینم و با همون چیزی که من میخواهم، همون آهنگی که چی همون چیز همت رو چی طلب میکند با معنای وسیع، با معنای پرمضمون و آدم می نویسم. علاقه مال استاد است. شما از همین یگان سرودتون یادداشت کرده میتونید که مثلا کدام سرود همین طور ایجاد شده است و بود که شما پیشنهاد کردید و آن رو به شکلی وسیع‌تر استاد سرودها بسیار یعنی سرود با نام پریشانم چمن گفتم چمن نامی تو را گفت، همش از استاد همین یعنی نمیدانم چی سازم کیارم خسته رفتم دور امروز سرودهای یعنی البومی یعنی این سرودها الهام شما بودن آن رو به طور وسیع‌تر استاد برای شما پیشنهاد کرد. بله اون یعنی روسا چی میگن ایده، همون ایده که من غایه شما رو بله غایه من غایم رو با استاد پیشنهاد کردین با ورق یعنی تصویر میکنه و استاد او رو دیدن با معنای وسیع من رو همون سرود یعنی من نمیتونم که من نویسم سرازا رام در استودیو ثبت کنم و گم که آهنگ سرودی من شعری من این نوتوری است. البته شاعر باید که شعر رو بیند از جهت وزن و از جهت قافیه و از جهت معنی بود همش رو از زمین سوزن گذرونده بعد باید برای خلق بخونیم. خب مثلا شما با آوازها چطور نگاه میکنید؟ یک فکری هست، عقیده هست که گویا همین کنسرت هایی که شما برگزار می‌نمایید مثلا برای انکار کردن آن آوازه که امروز گویا ولی جان عزیزوف به صدمه دچار شده است و مثلا
بیماری وزن شده است. به این شما چی نگاه دارید و این گونه آوازها درباره استاد افضل شادیف نیست بود، شما به این چی نگاه دارید؟ خوب است که در دیگر دولت‌های خارجی رکلام با پول میتیم. از تاجیکستان ما خدا باشیر ما پول نمیتیم. مردم خود با خودشون رکلام‌ها از خودشون این گپ‌ها البته دروغ است. بسیار آوازها شد که گویا من در پریوال بودم، صدمه دچار شدم، یعنی از دنیا گذشتم. خدا باشیر میکنم که من زنده و سلامت هستم و همون شب و روز از تلویزیون سیمای مستقل یکم در با اینترنت با یعنی آدرس اسکایپ بسیار خواهش کردن که یا برام این سیمای شما رو به مردم نشون دیم که مردم باور کنن که من در حقیقت یعنی در حیات هستم. خیلی آوازها بیشتر کنم دوست میکند دشمن میکند، ما غیر خدا دیگر بر هیچ کار نداریم. چی میگن؟ ما در این دنیا جز غم او ما در دو جهان غیر خدا یار نداریم، ما جز غم او هیچ دیگر کار نداریم. مسکین و فقیریم در کاشانه دنیا، هر رهگذر سنگ زند کار نداریم. ما البته دشمن رو فقط به خودش میسپاریم. تشکر سلام باشه. خب البته این کنسرت ها با این کار کردن همین آوازه ها بودگی است. همین کنسرت های شما برگزار می نمایید یا تنها یگان نقشه های شما بودین؟ من بسیار میخواستم که اول در کاخ برمت در شهر دوشنبه کنسرت خود رو برگزار کنم و بعد در شهر خوجان و بعد در دیگر منطقه جمهوری و بسیار از اینجا زین‌الدین جان هستن، همون آدمی که شخصی که همین یعنی کنسرت ها رو تشکیل میکنن. بعد از همین آوازه ها و آدم بسیار من خواهش کردن که ولی جان بیاد در خوجان یک کنسرت خود رو مونید کنسرت مونید با همین خاطره که مردم همین خیلی آوازه های بیزه شده به همین خاطر من گفتم میام من حتما یک برنامه کنسرت در شهر خوجان داشته باشم. خب میام سری سرود ای کفی خاک بر این هستی تمنا چی کنی؟ شما مثلا درباره تولید این سرود چی گفته میتونید؟ شعر از استاد مولوی جنونی است. ای کفی خاک بر این هستی تمنا چی کنی؟ استخوان توده نظر بر قد و بالا چی کنی؟ چشم شهلای تو داره که خورد موری لحد بر روخ آینه هر لحظه تمنا چی کنی؟ در این دنیا ما مهمان هستیم. مولوی گفته است که در همین شعر که این شعر اساسا برای آن شخصانی که تکبری دنیاداری میکنند، تکبری غرقه مالداری و پولداری و کاتگوری دارن. این البته نادرست است چون که دنیا غنیمت است. ما انسان هستیم، باید به معنای شعر هم گفته است که ما انسان هستیم، باید دیگر در زندگی احترام کنیم، در زندگی دوست داریم احترام کنیم، نه فقط که یک کس رو پس گویی، یک کس رو بلند گویی، یک کس رو دشنام دهی یعنی با گپ قبیح باید دیگر رو خون شوی. به همین خاطر ما باید در زندگی انسان همچون انسان یکدیگرش احترام کند، حرمت کند، دوست دارد و همیشه یکدیگرش را آزار ندهد. خب یک عقیده است که امروز خودی ولی جان عزیزوف تکبر میکند، کبر میکند. شما به این چی گفته میتونید؟ بسیاری آدما وقتی که من از نزدیک نمیشناسم، از دور میبینم، ممکن من از دور یک آدمی جدی بتوام جدی رنگی همچون مانندی فکر میکنم من اگر کاتگی میکنم، لیکن در اصل تا آدم که نشنی، نخیزی، ندونی و آدم رو البته فهمیدن نمیتونی. به همین خاطر یعنی این خصلت از شما دور است. البته ما همیشه خاک زمین هستیم، خاک پای همه مردم تاجیک هستیم و انشالله از این چیز ما دور هستیم. خب امروز خدمت‌های شما با مردم چگونه است در توی سورشون؟ میرید شما البته بسیار مردم بسیار آرزو میکنن که من در معرکه‌شون باشم. بسیار اویله‌هایی هستن که کم بی‌زاحتن، شرایط ندارن. مثلا اون چیزی که باید چی مبلغی که باید میتونن درخواست میکنن، من میرم خالصاً لله یعنی معرکه‌شون میگذارم، چون که ثوابیت بسیار چیز خوب است برای انسان. بسیار مخلصای اشدی هستن که مخلصن، نه که شرایط ندارن که یعنی همون مبلغی که مثلا در کار است یعنی
برای عقد کنم. اسباب‌هایشون برای تشکیل همون برنامه بله بله البته ما سستفی ما البته ما همه 12 نفر هستیم از اپاراتور از یعنی مطربا از موزیکانت و خود نوازنده ها و شفیع رو 12 13 نفر هستیم همه زنده است. البته برای هر یک اونها حق خدمت بله دادن بله هم لازم حق است. خدمت دادن در کار است. بعد برای شما هم حق خدمت لازمه. البته حق خدمت در کار است چون که اون زحمت بله بله استاد جلوی یک مورد در یک صحبتشون گفته بودن که وقتی ما بی پول خدمت میکنیم بی قدر میشویم. بله بله اگه صحبت داشته باشین بودین در تلویزیون همین سخنان به پول خدمت کنی به قدر میشی. بله نه که اون شخصان اون انسان هایی که هستن که بله به قدر هنر شما به قدر هنر به قدر میرسن صنعت شما میرسن. برای اونها البته دریغ نمیدونیم. خیلی صنعتگار من هم خیلی ولی جان از ذهن نشدم بسیار مهنت کردم. صنعت بسیار چیزی نازک است. صنعت برآمدنش آسان است که باید اما سطح نگاه داشتن تا آخر بردن بسیار مهنت بسیار طلب میکنه. بسیار اینا ببینید بسیار صنعتکارایی هستن که یک میبرن دیگه نیست میشن برای که باید مهنت نمیکنن. باید هر سال 3-4 آهنگ نو 3-4 کلیپ نو برای مردم سوال باشه در بالای مردم گشتن بسیار کار قیمت. بله راست. خب امروز همکاری شما با دوران رحمتزاده آهنگساز شناخته و آرزوی صایف که هم شعر می‌نویسد و هم برای بنوار گرفتن کلیپ های ستاره های استراد تاجیک امروز خب سهم دارند. همکاری شما با آنها چگونه است؟ ما هر روز در یعنی علاقه تلفنی هستیم با یکدیگر یعنی از حال یکدیگر خبردار هستیم. با آرزوی صایف بسیار شاعری زبردست است. ژورنالیستی زبردست. ژورنالیست هم شاعر هم بازی با کسب نو ریژیسور. بله درمون خیلی یک مرد چیل هنر کم است. خب با استاد اکای دوران رحمتزاده بسیار آهنگسازی بهترین است. با آنها نیز همکاری میکنیم. با کدام صورت های شما آهنگ بستن آهنگ ایجاد کردن آهنگای ایشان است؟ گلبانو، چادر گلینار، بعد خداوند و چیزی که من حاضر خوندم خداوند و بلوسی خیشت رو یاد کردم. باز یک شعری نو حالا انشالله باید نشده است. نشد روزه برای تو نگیریم. این آهنگ است حالا نبرمده است. با یک آهنگ نو از شعر استاد کمال نصرالله اگر در ملک بیگانه غریب و بینوا مانی یعنی همیشه خدا با توست. این شعر هم نام سرود همین خدا با توست. بله بسیار آهنگو. خب شما زمان در خوجند بودید چون در ولایت سوق تحصیل میکردید با همراه غالب جان یوسفوف خب همکاری داشتید و یک خب گروه بودید گروه احسان. بله و از آن کمی یاد میکردید شما با دوباره تصمیم دارید که همراه سرود سرید یا غالب جان برای شما همگونه پیشنهاد کردن. خب از این شما چی گفته میتوانید؟ چون من این سالا پیش از من فکر کردم که برای شما دم یا نه لیکن به هر حال مخلصان این چیزا میخواهند که از دهان شما بشنیده باشه. بله سرچشمه کار ما گروه احسان است. گروه احسان برای من و غالب جان بسیار یک تأثیری خوب رسانده است. یک تکانی بود در زندگی که ما در زندگی یعنی در گروه احسان یک بلبلک‌های باغ دانش در جاده صنعت بودیم و انشالله که غالب جان با راه خود این پرواز دارد در شهر خوجند و من با اون نیز با راه خود با سبک خود هستم. از این چیز خیلی انشالله باز شاید وقت نشون میدهد انشالله باز باید یگان خیلی گروه احسان البته نه باز خیلی دورهای کودکی رو جوانی رو یاد میکنیم باز که میخوریم انشالله خودش خدا شما سرود دارید ای دوست بیا زینب هم‌آواز شویم. یک عقیده بود که گاهی همین سرود شما برای همین برای تشکیل همین سرود سراده باشید. ای دوست بیا زینب هم‌آواز شویم. تشکر. این سرود برای غالب جان نیست. این سرود برای گروه احسان نیست. یعنی بسیاری آدما فکر میکنن که برای اوست. شما پیشنهاد کرده باشید واسطه این سرود. این البته دروغ است و گفتنی من همین است که با صدرالدین نجم‌الدین ما بسیار دوستی قوی داریم. دوستی ما بسیار
با یک انشالله با یک زنجیر مبادله گشته است که زنجیری کنده نشد. ناگسستنی. بله. بله یک دوستی نزدیک داریم در زندگی نیست. و بسیار ما می‌خواستیم با یکدیگر سرود بخونیم. صدرالدین گفت بیا من آهنگ می‌کنم، آهنگ منو می‌خونیم. و ببینیم آهنگ کسی بیشتر تیار می‌شود بیشتر مقبول می‌شود. و من این آهنگ رو پیشنهاد کردم. این آهنگ از خودم شعر از استاد اوزرخش است. ای دوست بیا زینب هم آواز شویم هم ساز به هم همین زینبش همین معنا دارد که یعنی من گویا به غالب جان مراجعت کردم که زینب بیا هم آواز شویم. خیلی این زینب یک کلمه خوب شیرینی بود، یک برای چسبیدن متن برای همون شعر است و این برای من صدرالدین بود که این شعر رو ما برای دوستی خواندیم که بسیار مقبول خلق. خب شما سرآغاز این سرود اول خودتان تنها سراییدید و تنها کلیپ خب ثبت نمودید و بعداً شما با همراهی صدرالدین اول ما صدرالدین کتی در استودیو خوندیم، ثبت آواز کردیم و همون کلیپی که ما کردگی خودم خوندگیم بود. اونجا من دکرات تیار کردم که صدرالدین باید بیاد ما در اونجا یعنی چی خونیم؟ همون سرود رو همراه خونید. و متاسفانه صدرالدین همون شب روز مادر کانونش بسیار یک مادر کانونی که از خورده صدرالدین یعنی بابای رسونده است. همون کس بسیار کسلی وای بدن، کسلی وزنی بودن، خیلی حاضر انشاءالله در حیات هستن و صدرالدین نتونست که همون آدم رو در تنهایی پرته در بیاد در سیاقه کلیپ ثبت کنن. و این رو من برای که در دکرات بسیار از خود یعنی مبلغ جدا شدگی بود، برای که میخواد در هوا نرود من همونا گرفتم خودم خوندم. تلخ است که به خبر جوانی گذرد، به ما و تو بزم زندگانی گذرد. این یک دو نفس به گلفشان باید زیست، که این یک دو نفس به گلفشانی گذرد. ای دوست ای دوست ای دوست. سلامت باشید. احسن. آوازتان خسته نباشد. تشکر. واقعا با شما صحبت کردن بسیار گواراست، بسیار زیباست و نمیخوایم که زود شما را خوب از دست داده باشیم و یک سوال دیگر پیشنهاد میکنیم بعد از آن خوب خداحافظی میکنیم. خب یک آوازه است که کلیپ های ولی جان عزیزوف با مبلغ کلان آماده میشود. در این موقع شما چی گفته میتونید؟ خب اگر مخفی نباشد با چقدر مبلغ یک سرود شما یک کلیپ شما آماده میشود؟ خب تقریبا یا تخمینا یک سرودی من در شهر توشکین ارنجروف شکستم با نام روبرت میرزایان. یک سرودی من تا ارنجروف که گولوس آهنگ تا دمی $3,000 یعنی چی آماده میشه فقط شعر فقط سرود. اول کلیپ کردم با یک $6,000-7,000 برای کلیپ بس کنش. شما همین مبلغ ها رو یکان سرپرست دارید یا از همین خدمت های مردم به دست از اون خدا باشون میکنیم که دست و پوچه مقوال داریم بازی یعنی خیلی خدمت میکنیم از البته با عرق جمیل خود از کنسرت و از معرکه و از توی مردم یعنی حق خدمت میگیریم و برای پیشرفت کار خود صرف میکنیم. خب من میخواستم با یک سرود نوترین شما ما برنامه رو به انجام رسونیم. عزیزم به نگاهت به آن چشم سیاهت شدم مست و خماری با ناز آن نگاهت. بیا منو صدا کن بیا منو نگاه کن با آن نگاه چشمان غم قلبم تو دوا کن. لیلا لا لیلا لیلا لا لیلا لیلا لا لیلا لا همیشه چشم من سوی تو باشد با سوی چشم و ابروی تو باشد. اگر خورشید دنیا را فروزد جهان افروزیده روی تو باشد. عزیزم به نگاهت به آن چشم سیاهت شدم مست و خماری
با ناز آن نگاهت عزیزم به نگاهت به آن چشم سیاهت شدم مست و خماری با ناز آن نگاهت. بسیار متشکر هستیم برای شما که پیشنهاد ما رو رد نکردید و به صحبت ناگهانی ما، به سوالهای ناگهانی ما پاسخ گفتید و تماشاگران ارجمند، شما صحبت تصادفی ما رو، صحبت ناگهانی ما رو با هنرمند شناخته، با ستاره استرادی تاجیک ولی جان عزیزوف تماشا کردید، گوش کردید و ما امینیم که کمی هم باشد تب شما رو بریده گردانیم. تا برنامه‌های دیگر سربلند و پیروز باشید. خیر.